وقتی میگه شما از اونجا که پشت میگردانید شما از زمره مؤمنهای نجات یافته هستید. انا حضرت عثمان میگه اگر وقتی که میبینی که در قلب تو خواهشی مثال نشستن در این گونه محفل ها پیدا میشود، یک نشانه آدمی با تقوا علمه. یک نشانه آدمی با تقوا. بسیاری برادران در ماشین هاشون میشینیم موزیک های روسی ماندگی گوش میکنن. شما برادران عزیز همیشه حرکت کنید که شکر دیسکوهای هستن آیت های قرآن دارن. این آیت قرآن گوش کردن بینیوایت منفعتش زیاده. و یک همین رنگی بگیم که چگونه که برای همین تن صحت شما یکان کورس ریچل میگیرید، انا همین آیت های قرآن گوش کردن دائم حساب کنید که یک کورس ریچلی برای تمام وجودتان میگیرید، برای تمام اصحابتان میگیرید و همه درد شما. قرآن میگه و ننزل من القرآن ما هو شفاء. خدا میگه قرآن شفاه. شما از این برادران عزیز هر زمانی که خانهاتون است، ماشیناتون است، گوش کنید تا انشاءالله برای شما یک شفایی شود. شفا در قلبهاتون می شود، شفا در ذهنهاتون می شود، شفا مقصد در هر یک زبان تو، در همه جای تو انشاءالله این قرآن تحصیل خودش می‌گذارد. حضرت عثمان گوید یکم نشانه آدمی که او پرهیزکار یا با تقواست همین است که دائم میلش در جایی است که در اونجا سخن خدا و پیامبر است. و بین الا من یصلح الدین معه، جایی را انتخاب میکند که برای صلاحیت دینش است، برای مستحکم شدن دینش است، نه برای خراب کردن دینش، نه برای نامه اعمالش سیاه کردن، نه برای آن مسئولیت هایی که گوش دارد، چشم دارد، زبان دارد، اونها را مقصد بیان کردن. یکم برادرای عزیز در کلام شما اگر همین میل پیدا شد، حقیقت معلوم است که در شما همون نشانه با تقوا بودن هست. این بدونید که آدمی با تقوا برادرای عزیز قرآن میگه انما یتقبل الله من المتقین، کردارهای آدمی متقی را همیشه قبول میکنه. ان الله مع المتقین، خدا میگه من همراه آن کسانی هستم که اونها متقی هستند، پرهیزکار هستند. ان الله یحب المتقین، خدا با در قرآن میگه دوست می‌دارم آدمای با تقوا را، دوست می‌دارم آدمای پرهیزکار. حتی در سوره طلاق اگر نگاه کنید در این باره اولش آیت ها را ببینید و من یتقی الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. خدا میگه هر کسی که اگر ترس من یا اون تقوا را در خودش اگر جای میکنه، رزقش میتونه ای جایی که در گمانش نیست. و من یتقی الله یجعل له من امره یسرا. الله میگه اگر با شرطی که کسی انمون تقوایی که از این گفت در بارش در قلبش جا بکنه، مشکلاتی نیست که او را من برادر از آسان نکنم. یجعل له من امره یسرا، همه کارات آسان میکنه. زیر لحاظ انمون مقام در رسیدن یا ببینید همین پنج چیزی که حضرت میگه حرکت کنید که اگر نباشد در پیش باشید، در جستجوش باشید که در خدمت اینها را جمع کنید تا از محبوبان الله شوید. دوم و یغلب الفرج و اللسان. برادران عزیز، دوم نشانه آدمی که او را ما میتونیم با تقوا گوییم، پرهیزگار گوییم که بود از آن کسی که زبانش و فرج، زبان از سخن بیهوده،
فرج از زنا و از حرام حفظ میکنن. حتی ما برادران عزیز و گرامی در حدیثی پیامبر نازنین ما داریم که میگه حضرت ابی هریره روایت میکنه سئیل عن اکثر ما یدخل الناس الجنه. میگه پیامبر پرسیدن که کدام همین بسیارترین اهل جنت از کدام انسان داخل جنت شدند؟ همین توده زیادی که جنت میروند با کدام عملشون رفتن؟ حضرت تقوی الله و حسن الخلق. انا همین تقوایی که من میگویم دادرای عزیز با این بودن و اخلاق زیبا داشتن، رفتار زیبا داشتن، فعل خوب داشتن. هم با فعل خوبشون وقتی آدم که دارای تقوا کشید اخلاق حمیدن در اون جمع میشه. و سئیل عن اکثر ما یدخل الناس النار. ای پیامبر نازنین اکثر مردمی که دوزخ میروند اونها چیزها میروند؟ حضرت چی گفتن؟ گفتن که الفم و الفرج. گفتن ای حساب زباناشون و از حساب فرجهاشون، شرمگاهاشون، از همین حساب از دو حساب برادر از گفتن جهنم میروند اکثر مردم. حضرت عثمان میگن کسی این دو را اگر حفظ کرد او آدمی پرهیزکار، او آدمی متقی. دادرای عزیز الان شما در این شهر هستید، اینجا برای راه حرام رفتن یا برای مقصد در حال دریافتن این مکانی برای مقصد زنا، اینجا شاید خیلی آسانی سبکی باشد. بازی که در تمام دنیا این کار آسان است، ولی شاید در این جمع اگر آسانی ها باشد برادرای عزیز از این کار دور باشید، از این راه هیچ وقت اختیار نکنید. بعضی برادرای هست که ما در تاجیکستان مرده هاشون از همین طرف بیارن چی چیزهای در راستاشون میگن. به خدا آدم ها بعضی آدمایی را